مسئله گفته است اگر بیمار شیم چیکار کنیم. اصلا بیماری هم برادران و خواهرای عزیز انشاءالله خیر زیاد داره. از بیماری باید که ما خفه نباشیم، باید ناراحت نباشیم. پیامبرمون میگه که انا در حدیث که اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا. اگر کسی بیمار میشود همون چی کارهایی که در وقت بیماریش کارهای نیکی که داشت در حالت بیماریش هم همون نویسنده میشود. بعد وقتی بیمار شدین از خواندن سوره فاتحه هم استفاده برید. شما میتونید که 70 بار سوره فاتحه را بخونید. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، همین تا آخر 70 بار بخونید. در آب دم کنین یا در دستان دم کنین و در تمام بدنتون بمالید. این هم برای شفا بسیار خوبه. دیگر اینکه شما میتونید که وقتی بیمار شدین از دیگرها را هم زنگ بزنین، بگین فلانی ده حقم دعا که که بیمارم، از این وسیله استفاده کن. دستت میرسیدگی باشه صدقه کن. ببین درود بسیار بگو. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. درود بسیار بگو. با سبب این شما میتونید که مقصد چیکار کنین؟ در بیماری هاتون شفا برسونین. حتی پیامبر گفته است که هرگاه بیمار شدین این دعا را بخونین. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. این حدیث متفق علیه است. همین را بخوان میگه و خب دست در بالای همون در بمانه. همین را بخوان. باز میخوانم اللهم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. همین میگه بالای درد دست بمانو، همین دعا را بخون. یا دعای دیگر ایشا میگه 3 بار بخون. بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. این 3 بار بخون. میگه دست در بالای درد بمانو بخونه. میره باز دیگر 7 بار میگه اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میگه اگر همیرا درد مرگ نیامده باشه شما همین دعاها را بخونین، انشاءالله خدای مهربان شفاتون میده. یعنی اینها برادرای عزیز دیگر ضرور نیست که خیلی تا دعا خوان میایه و تا مثال او کس میرسد. شما از همین دعاهایی که من خواندم شما میتونین همین را نویسنده گیرین، در حالتهای کجایتون درد کرد همون را در همین جا بمانون، همین دعا را بخوان. مثال 3 باری دارد، 7 باری دارد، سوره فاتحه 70 بار دارد. بخوان در آب دم که هم را بنوش. انشاءالله وعده های پیغمبر ما وعده الله هست. برای شما انشاءالله خداوند شفا میده.